بعد از 26 سال توقف نخستین اتوبوس مسافربر از تاشکند وارد شهر خوجند شد. خوش آمدید به خوجند باستان. 45 نفر با شمول مردم عادی، نمایندگان نهادهای دولتی، شرکت‌های نقلیاتی ازبکستان و سیاحان و خبرنگاران از جمله مسافران بودند. خط سیر ما هر روزه ساعت 8-12 به راه میبراند. مسافه خط سیر خوجند تاشکند 175 کیلومتر را تشکیل میکند. تقریبا 4 ساعت مدت 4 ساعت ما این راه را طی مینماییم تا به شهر خوجند برسیم. اتوبوس نصف روزی 15 می به مرکز سوغد رسید. مهمانان را در ایستگاه راه ابریشم خوجند مقامات ولایت سوغد و ساکنان پیشواز گرفتند. ازبک و تاجیک خلقlarının دوستلگی تاجیک و ازبک 100 سالها دوست بودند. هیچ کس ما را از هم جدا کردن نمیتواند. دینمان یک است، عنعنه‌هایمان یک است. در مراسم پذیرایی تاکید شد که خط سیر اتوبوس تاشکند خوجند اولی کار است و انتظار می رود در مجموع میان شهرهای دو کشور 12 خط سیر فعال شود و در مرحله دوم باشد ما خط سیر دوشنبه ترمز رو میکشیم. در خط سیر تاشکند دوشنبه از جانب ازبکستان اتوبوس های شرکت منظره توریسم و از جانب تاجیکستان مسافربرهای ایشن اکسپرس حرکت می کنند. نرخ چیپته ها عین حال از طرف شرکت منظره توریسم یعنی انتقال دهنده جمهوری ازبکستان 50 سومونی نرخ معین شده است. از طرف شرکت اوسیو اکسپرس هم وقتی که ما از اتووکزال راه ابریشمی شهر خوجند به راه میبریم نرخ چیپته 50 سومونی معین شده است. مسئولین هر دو شرکت انتقال دهنده بر اینند که نرخ مقدماتی میتواند تغییر یابد. ما در نظر داریم که در مرحله های بعدی ارزش چیپته پایین شود. حالا با همین نرخ کار را سر میکنیم و بعدا میبینیم که چی میشود. هیئت مهمانان از مکانهای تاریخی و فرهنگی خوجند دیدن کردند. روز 16 می اتوبوس مسافربر از خوجند عازم تاشکند شد.